همچون نامدارترین هنرمند تاجیکستان و صدرالدین نجم‌الدین دعوتیان. How are you? How's everything? Where are we going today, bro? Before wedding, we will go, bro. Have fun, party, enjoy, yeah? How many girls you will give me, bro? Let's go, brother. Let's go. We will have fun. We will enjoy, bro, yeah? See you. Yeah, my G. See you. Creo que no le interesa mucho. See you, bro. Let's go. بسیاری‌ها حدس میزنند عبدالرازق مراسم خانه‌دارشویش را در حاجی عبدالرازق در سن 20 سالگی اویله‌دار می‌شود. عبدالرازق ایگامов معروف با تخلص عبدو که بعد از نوارهای مژدانی‌اش با همانند خودش حسبی در تورنمای اینترنت نشر و مشهور گشت، در سن 20 سالگی بخت خود را پیدا کرده است. گفته می‌شود دخترکی که عبدالرازق دریافت کرده است از خودش بزرگتر بوده امیره نام دارد و از شارجه دوبای است. نواری که عبدالرازق در صفحه اینستاگرامش نشر کرده است و آن با زبان انگلیسی است، میگوید او خیلی خوشحال است که پس از سالهای سال عشق خود را پیدا کرده است و دلداده او عبدالرازق را خیلی زیاد دوست می‌دارد. سال گذشته در یک برنامه یوتیوب عبدالرازق گفته بود به نزدیکی نیت اویله‌دار شدن دارد. عبدالرازق میگوید آنها مراسم خانه‌دارشوی را سنه 7 ایول سال 2024 در نظر دارند، ولی نگفت که این خانه‌دارشوی در زادگاه عبدالرازق شهر پنجکنت تاجیکستان صورت میگیرد و یا در شهر دبی امارات متحده عرب و یا هندوستان یا کانادا. بسیاری‌ها حدس میزنند عبدالرازق مراسم خانه‌دارشویش را در دبی با شکوه و شهامت و شرکت معروفترین آوازخوان‌های تاجیکستان و جهان می‌گذراند. با ما یکی از نزدیکان عبدالرازق خبر داد که در این مراسم از تاجیکستان شبنم سوریا همچون نامدارترین هنرمند تاجیکستان و صدرالدین نجم‌الدین دعوتیان. عبدالرازق سال 2021 بعد از تند شدن روابط‌هایش با رپسرهای تاجیک بران شرطنامه‌اش را قطع و با هماهنگسازان جهانی شرطنامه بست و در طول 3 سال در خارج بودنش بیش از 21 دولت دنیا را چرخ زد. عبدالرازق ایگامov 3 سپتامبر سال 2003 در دهه غیژدروی شهر پنجکنت تاجیکستان به دنیا آمده است. I have one surprise for all of you. This is من دولتی که بسیار گشتم برای مثال اکن بخشش ما این سوالا میگم بسیاری آدم ها دیدگی نیستن. دوستان سرپرست ویدیوی ما شرکت 1x میباشد که در آنجا کوفیسینت های بلند و بونوس های گوناگون شما را انتظار است. همچنین شخصانی که تا امروز رجیستراسیون کردگی نیستند میتونید که با پروموکد مهراب پرو رجیستراسیون کنید، صاحب 8000 تومان بونوس گردید. امکانیت را از دست ندهید. سیلک بازی در پایان کامنتاریا.